سال 2004 و توی سریلانکا یه سونامی خیلی وسیع میاد، در حدی که تعداد زیادی از شهروندان سوگوار میشن، عزیزانی رو از دست میدن و WHO یا سازمان بهداشت جهانی تصمیم میگیره که ارتشی از رواندرمانگران و مشاوران رو گسیل کنه به سریلانکا برای درمان این سوگی که مردم تجربه کردن. ولی اتفاق غیر منتظره و بی نهایت تأثیرگذار میفته. اونم اینه که اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی در سریلانکا به WHO میگن ما نمیخوایم شما برای ما روان درمانگر بفرستین، ما اجازه نمیدیم اون چیزی که برای ما صرفاً یک رنجیه که باید ازش گذر کنیم تحت عنوان آسیب یا تراما شناخته بشه، مردم ما تراماتایزد تلقی بشن و تا مدت‌ها مجبور بشن با داغی به اسم آسیب، تراما به زندگیشون ادامه بدن. و اتفاق جالبی که میفته اینه که 20 سال بعدش، یعنی در سال 2024، کشور سریلانکا در گزارش رضایت جهانی که خود همین WHO منتشرش میکنه جز شادترین کشورهای جهان بود. چرا این اتفاق میفته؟ چیزی که توی این ویدیو من میخوام دربارش با شما صحبت بکنم مسئله رواندرمانی و تأثیرات مخربیه که رواندرمانی های اشتباه میتونه بر روان انسان ها و بر فرهنگ جامعه بذاره. مطمئنم در انتهای این ویدیو اصلا اون دیدگاه قبلی که نسبت به پدیده‌ای تحت عنوان روانکاوی یا رواندرمانی داشتین رو دیگه نخواهید داشت و امیدوارم که این تأثیر گذاشته بشه. بودن برای دیگری یعنی چی؟ یعنی این که من حاضر بشم پای یک نفر بشینم، چشم در چشم نگاهش کنم، به صحبتاش فعالانه گوش بدم و به طور کلی از جهان اون آدم سر در بیارم. این یعنی بودن برای دیگری. و این مختص این 150 سال گذشته نیست که افرادی مثل فروید اومدن و روانکاوی رو سیستماتیزه کردن. هزاران ساله که بشر میتونه برای دیگری باشه و بهش گوش بده و بهش اجازه بده که درباره ارزش‌ها، مشکلاتش و زندگیش به طور کلی صحبت کنه و بعد به معنا و شادکامی و رضایت و حال خوب دست پیدا بکنه. به این میگن هنر بودن برای دیگری. خب این چیزیه که در حرفه روانکاوی به شکل آکادمیک و مدیریت شده داره اتفاق میفته. اما امروزه رواندرمانگرانی هستن که اعتقاد دارن ما دیگه ایمانمون رو به این مسئله از دست دادیم که آگاهی، به خصوص آگاهی از دوران کودکی، همیشه شفا بخشه. خیلی جالبه. اکثر جلسات رواندرمانی که شما عزیزان شرکت میکنید حتما گذری به دوران کودکی میزنه، حتما سعی میکنه ریشه یک سری از مشکلات رو در دوران کودکی پیدا بکنه و اصرار میکنه رواندرمانگر که اگر الان فلان رفتار رو مرتکب میشی به دلیل اون اتفاقی که در 7 سالگی یا 3 سالگی یا 13 سالگی افتاده. آیا این درسته؟ آیا این رواندرمانگر با این رویه‌ای که در پیش گرفته در نهایت میتونه به شما کمک بکنه؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال پیشنهاد میکنم که تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. بعضی از رواندرمانگران میگن ما دیگه باور نداریم که حل و فصل تمام و کمال مشکلاتی که در کودکی به وجود اومده، باز کردن زخم‌هایی که ریشش در اون دوران هست در جلسات رواندرمانی کمکی بکنه. میگن ما دیگه به نظرمون میرسه که این کاره، یعنی باز کردن زخم‌ها، فایده‌ای نداشته باشه. به نظرمون میرسه که این که ما بگیم بیا تجربه کن چه احساسی داری وقتی به 10 سالگیت و اون کتکی که از پدرت خوردی فکر میکنی، چه احساسی رو تجربه میکنی وقتی به 7 سالگیت و روز اول مدرسه میری، دیگه این فایده‌ای نداره. و رواندرمانی امروزه این رو ثابت کرده. کتابی تحت عنوان بلوپرینت سال 2018 منتشر میشه و نویسنده ادعا میکنه که
وقتی که ژنتیک آدم‌ها رو بررسی می‌کنی متوجه میشی که تأثیرش خیلی بیشتر از محیط خانوادگی هست که توی اون زندگی کردن. میگه رویدادهای کودکی و شیوه فرزند پروری که والدین ما اتخاذ کرده بودن برای ما تقریباً تأثیرش ناچیزه در اینکه ما چه چیزی از آب در میایم در بزرگسالی. خیلی جالبه، خیلی مخالف اون چیزاییه که بسیاری از متدهای روانکاوی امروز دنبالش هستن. در قانون دوم ژنتیک رفتاری ما این رو داریم که تأثیر ژن‌ها بر رفتار انسان بیش از تأثیر محیط خانوادگیه. آیا حاضرید این رو بپذیرید؟ آیا میتونید بپذیرید که بسیاری از رفتارهای شما بیش از این که تحت تأثیر تربیت باشه تحت تأثیر ژن‌هایی که دارید؟ و بعد باورتون میشه که وقتی خواهران دوقلو رو در محیط‌های متفاوتی قرار دادن، حالا اونهایی رو بررسی کردن که دست بر قضا روزگار اینها رو جدا کرده است، رفتارهاشون رو بررسی میکنن، بی نهایت شبیه همدیگه هستن با اینکه محیط‌هاشون متفاوته چون ژن‌هاشون یکسانه، و از اون طرف خواهرخونده هایی که در یک محیط کنار هم بزرگ شدن رفتارهای بسیار متفاوتی با همدیگه داشتن. آیا این تأثیر ژنتیک رو برش صحه میذاره یا نمیذاره؟ آیا این نشون میده که محیط خانوادگی تأثیر کمتری داره یا نه؟ همینطوره. و در نهایت به این نتیجه میرسه کتاب بلوپرینت که محیط خانوادگی شما فارغ از این که والدینتون دلسوز باشن یا غیر دلسوز، فارغ از این که کم درآمد باشن یا پر درآمد، تأثیر ناچیزی بر شخصیت شما داره. وقتی کودکان و تجربیات نامطلوب کودکیشون رو در جلسات روانکاوی کودک مورد مطالعه و بررسی قرار میدن و اینها رو تا سالهای بزرگسالی رصد میکنن، یعنی چندین سال این بچه مراجعه میکنه و بزرگ میشه و همچنان مراجعه میکنه به روان درمانی، به این نتیجه میرسن که این نتیجه شوکه کننده است که هیچ پیوندی بین تجربیات نامطلوب دوران کودکی و بیماری‌های روانی در بزرگسالی وجود نداره. این باور نکردنیه. برای خود من هم وقتی اولین بار با این مطلب مواجه شدم بی نهایت حیرت انگیز بود. پس چه چیزی هست که به نظر میرسه اینجا از دوران کودکی بر بزرگسالی داره تأثیر میذاره؟ مسئله اینه، خوب به این دقت بکنید، وقتی شما در بزرگسالیتون مثلا در 35 سالگی تجربیات روانی نامناسبی رو از سر میگذرونید، دچار اختلالات روانی میشید، عموماً دورانهای بد کودکی، خاطرات منفی کودکی به یادتون میاد و همین باعث میشه که فکر کنید چون کودکی بدی داشتم بزرگسالی بدی دارم، در حالی که اینطور نیست. برعکسه، چون الان در بزرگسالی حالت بده به اون قسمتی از کودکی داری فکر میکنی که خاطره منفی بوده. همینطور زمانی که حالت خوبه این خاطرات منفی یا به ذهنت نمیاد و عموما خاطرات خوب رو داری یادآوری میکنی، یا اگه اون خاطره منفی به ذهنت بیاد به شکل کمدی تعریفش میکنی. پس بستگی داره الان در بزرگسالی حالت چطوره تا به تو اجازه بده که چجوری کودکیت رو بررسی بکنی. پس فقط ما پیوندی داریم بین بیماری‌های روانی در بزرگسالی و به یادآوری تجربیات نامطلوب در کودکی. اینه که مهمه و این رو من کمتر شنیده بودم که روان درمانگری مخصوصا روانکاو کودکی بهش اذعان بکنه. شواهدی از این که تجربه‌های نامطلوب در دوران کودکی موجب بیماری روانی در بزرگسالی میشن اصلا در دست نیست. خب و اتفاقی که میفته اینه، احتمالا خیلیاتون براتون سوال میشه، نمیشه که؟ یعنی تو همه این اتفاقات منفی که در کودکی برای همه کودکان در دنیا میفته رو داری نادیده میگیری؟ نه. بعضی از تجربیات دوران کودکی واقعا سهمگینن و میتونن اثرشون رو در بزرگسالی فرد هم بذارن. اما باز اینجا نکته دیگه مطرح میشه، چرا در یک خانواده وقتی که مثلا 5 فرزند یک خانواده‌ای سوگ پدر و مادرشون رو به خاطر یک تصادف تجربه میکنن، چرا 4 تا از این 5 تا فرزند حالشون خوبه، بزرگسال میشن، موفق، پردرآمد، مزدوج، فرزنددار و همه چیز میشن و همه شرایط براشون خوبه،
فقط یک نفرشون هست که این وسط واقعا تحت تاثیر اون تراما قرار میگیره. اینو چجوری بهش پاسخ میدیم؟ مگه قرار نبود که همه اینا تحت تاثیر قرار بگیرن؟ پس چرا اینجوری نشد؟ مگه قرار نبود ترامای سهمگین دوران کودکی در بزرگسالی اثر بذاره؟ پس چرا برای 4 تاشون نشد؟ این امید بخشه. مهم نیست که ضد وضع موجود در روانکاوی هاست، مهم نیست که ضد ژانر داریم صحبت میکنیم، مهم اینه که پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدن که تو قربانی اتفاقات دوران کودکی نیستی. تو قرار نیست دائما لیبل یا برچسب انسان آسیب دیده رو از دوران کودکی تا بزرگسالیت حمل بکنی و خودت رو مجاز بدونی به اینکه قربانی بمونی. اینش مهمه و این خوشحال کننده است. ما میتونیم به عنوان روان درمانگر همچنان دغدغه رنج افراد رو داشته باشیم، میتونیم همچنان ارزیابی کنیم تحلیل های خودمون رو از رنج های مراجعینمون، هیچ ایرادی نداره. خب ولی نوع دیگری اپروچ میکنیم به این رنج ها، روی کرده ما متفاوت میشه. اونم اینه که از این به بعد سوال میپرسیم که چرا افراد رنج میکشن، نه اینکه ریشش در دوران کودکی هست یا نه. یعنی سوال در پرتو کودکی دیگه تعریف نمیشه، سوال اینه که چرا افراد رنج میکشن و بعد میریم دنبال این که آیا به زمان حال برمیگرده یا نه. خیلی از فرهنگ‌های جهان هستن، از نیجریه گرفته تا مالزی یا غرب بیش از 50,000 سال پیش، که اصلاً تأکید خاصی روی دوران کودکی نمی‌کردن و دوران کودکی رو صرفاً یکی از دوران‌های گذار می‌دونستن از نوزادی به نوجوانی. این یعنی چی؟ یعنی این لعاب مقدسی که کشیده میشه روی این در بسیاری از رویکردهای روانکاوی درست نیست که همه چیز ریشه در کودکی داره. خب فقط چیزی که ما یاد میگیریم از این مکاتب مختلف در سراسر دنیا اینه که ما در لحظه داریم زندگی میکنیم، ما هر آن در حال یادگیری و آموختنیم و اون چیزی که میتونه به ما کمک میکنه رابطه الان ما با اوضاع و احوال فعلی ما و جهانه، نه با گذشتمون و نه با آینده. خب سنت‌های فلسفی اکثر جاهای دنیا رو که نگاه میکنی میبینی که بودا، لاوتسه، عیسی مسیح، ارسطو هیچ وقت ذکری از اثر لکه‌های نازدودنی دوران کودکی بر بزرگسالی نکردن. بعد جلوتر میای 1000 سال بعد رو نگاه میکنی، غزالی و توماس آکویناس فقط از اینجا و اکنون سخن گفتن. میای اصلا 200 سال قبل رو نگاه میکنی، هگل، کیرکگور، ویلیام جیمز، همش فکر و ذکرشون مشغوله الان بوده. پس چی میشه که از یه جایی به بعد تأکید میکنن روی دوران کودکی؟ و اگه این تأکید روی دوران کودکی اثر داشت، پس چرا اکثر پیمایش‌های حوزه شادکامی نشون میدن که وضعیت زنان در غرب که اکثریت جامعه مراجعین در روان درمانی رو تشکیل میدن رو به افوله؟ چرا حالشون در مسیر منفی رو به نزول قرار گرفت؟ اگر این روان درمانی های معطوف به دوران کودکی مؤثر بوده و هست، پس چرا حال اکثر مراجعینش رو به بدتر شدنه؟ این سوال پیش میاد. اینجا من باید به چالش کشیده بشم، من روان درمانگر رو عرض میکنم که آیا نیازه که من همیشه نقب بزنم به دوران کودکی و بخوام ریشه همه چیز رو در کودکی پیدا بکنم یا نه؟ یک کتابی رو ابیگیل شیریر روزنامه‌نگار می‌نویسه در سال 2024 با نام بد تراپی، درمان بد. و توی این یک حرف جالبی میزنه، میگه اگر روان درمانی مخرب باشه قطعاً اثر آسیبزایی هم رو خود فرد مراجع داره، یعنی درمان به جایی که درمان باشه آسیب میشه خودش. دوم روی فرهنگ هم اثر منفی میذاره. یعنی چی؟ یعنی مراجعت میاد پیشت، تو به عنوان روان درمانگر بهش میگه آره تو قربانی بودی، تو بچگی این اتفاق افتاده، اون اتفاق افتاده، خب پس حق داری که الان هر کاری که دلت خواست بکنی و تو خیلی آسیب دیدی و تو به عنوان آدم آسیب دیده وارد جامعه میشی، تصمیم میگیری خیلی از کارهایی که ممکنه خلاف عرفه، خلاف قانونه، خلاف وضع موجوده انجام بدی و اتفاقی میفته اینه که میشی یه آدمی
که هر وقت هر کار دلش میخواد میکنه و حالش بدتر میشه. و همینه که تأثیر منفی روان درمانی بد رو روی فرهنگ نشون میده. فرهنگ خراب میشه، یعنی جامعه پر میشه از آدم‌هایی که رفتن در جلسات روان درمانی که اونجا بهشون گفته شده که تو در دوران کودکی آسیب زیادی دیدی، پس قربانی هستی، پس الان حق داری که خیلی از کارهایی که دلت میخواد رو بکنی ولو غلط باشه. با این جمله اشتباه خوب و بد کی تعیین کرده. حساب کن تو جامعه چه اتفاقی میفته. شریر در کتاب بد تراپیش میگه من نمیگم که آدما نباید با هم صحبت کنن، من نمیگم که بچه‌ها نباید با بزرگتراشون صحبت کنن، من نمیگم کسی نباید بره درمان بشه، نباید بره روان درمانی. من میگم این نباید به روش اصلی و روتین برای زندگی ها تبدیل بشه. خب حالا در ادامه راه حل ارائه میده که پس باید چی کار کرد. یه نکته هم اینجا بگم، این مخصوص اون والدینیه که سعی میکنن احساسات بچه‌هاشون رو بیرون بکشن و بگن در مورد احساساتت حرف بزن. ببینید کودکان هم مثل بزرگسالان به همون چیزی تبدیل میشن که روش تمرکز میکنن. اگه بیان رو احساسات منفیشون تمرکز کنن، این احساسات منفی به جای اینکه کم بشه تقویت میشه. و این همون چیزیه که روانکاوی کودک به اشتباه روش تمرکز میکنه. دائما به بچه‌ها میگه در مورد احساسات منفی که داری صحبت کن، با این امید عبث که هرچی بیشتر دربارش صحبت کنی شدتش کمتر میشه و کمتر آزارت میده. ولی این اتفاق نمیفته و بدتر میشه. اینو در نظر بگیرید. این تجربه یکی از این روانکاوان کودک هست. میگه که خب ما میدونیم کودکان همزاد پنداری میکنن با احساسات منفی و هی براشون پیچیده و پیچیده تر میشه وقتی هی دربارش صحبت میکنه. حالا الان میان تو خیلی از این روانکاوی کودک میگن که بیا رو این شنهایی که اینجا ریخته استرابت رو نقاشی کن. بیا برام توضیح بده اگه الان خشمگین هستی شبیه کدوم یک از اژدهاهایی که میشناسی این خشمه. یا مثلا کابوس هایی که میبینی رو تعریف کن. اون هیولایی که دیدی، اون حیوان وحشتناکی که دیدی چه شکلیه؟ هی به کودک میگن اینا رو یادآوری کن، بزرگش کن، بازنماییش کن و دربارش توضیح بده. و فکر میکنن که دارن با این کاوش در هیجانات کودک بهش کمک میکنن، در حالی که واضحه که بعد از اینکه کودک این جلسه رو ترک میکنه حالش بدتره. پس چه کمکی به کودک کردی؟ الان که حالش بدتره اومد درباره احساسات منفیش حرف زد، پس چرا اتفاق خوبی نیفتاد؟ خب پس وقتی ما میخوایم از بچه‌ها که در مورد احساسات منفیشون صحبت بکنن یه اتفاق بدی میفته. اون روند طبیعی کودکان که باعث میشده تاباوریشون بیشتر بشه مختل میشه. اون روندی که به بچه‌ها اجازه میداده که خب حالا که حالم بده برم دنبال یه چیز خوب، دنبال خوشی، دنبال سرگرمی که حالمو بهتر بکنه، این رونده مختل میشه. چرا؟ چون تو باطلاق احساسات منفی گیرش انداختی بچه رو. این برای بزرگسالم صادقه. الان اساتید بسیاری معتقدن که کاری که روان درمانگر خوب باید انجام بده سوق دادن مراجع از هیجانات منفی به هیجانات مثبت. البته من برای رنجی که تو در کودکی متحمل شدی، برای آسیب‌هایی که دیدی ارزش قائلم. گفتی، منم شنیدم، باهات همدلی هم کردم. الان چی کار میتونی بکنی؟ الان مسئولیت توی مراجع چیه؟ چجوری میتونی از هیجانات منفی به هیجانات مثبت حرکت بکنی؟ من دستتو میگیرم، کمکت میکنم، ولی این اتفاق باید بیفته. تصور کن بعد از ظهر جمعه است، دلت گرفته، تنها تو خونه نشستی. میتونی همونجا بشینی، سیگار بکشی یا نوشیدنی مورد علاقت رو بخوری یا پای تلویزیون بشینی و هی از خودت بدت بیاد که من چرا دارم با این رفتارهای منفی به حال بدم دامن میزنم، یا اینکه بلند شی بری دوستتو ببینی، قدم بزنی، یه کافه‌ای بری، یا نه یه کتابی بخونی تا حال و هوات عوض بشه. دومی هیجانات مثبت بود، اولی هیجانات منفی بود. اینجا تو میتونی انتخاب بکنی. اینجا و اکنون تویی که انتخاب میکنی چی کار انجام بدی. نیازی نیست که نگاه کنی ببینیم در کودکی چه اتفاقی برات افتاده. و این در تمام جلسات درمانی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. تو مدارس رو نگاه بکنید، دائما دارن به بچه‌ها میگن احساساتتون خیلی مهمه، احساسات امور محوری ان، قانونی ان و همه چیز به احساسات برمیگرده، در حالی که اینطوری نیست. احساسات یه برآوردهای
مبهم و گذرایی هستن از یک موقعیت خاص. یعنی چون ما اون موقعیت خاص رو نمیدونیم، احساساتمون ممکنه اشتباه باشه، مبهم باشه، غلط باشه، گاهی هم ممکنه درست باشه، ولی هرچی از گذراست. وقتی تو میخوای یک کودکی رو به بزرگسال تبدیل کنی، نه از احساسات بلکه باید از عملکردهاش پشتیبانی بکنی و اونها رو توسعه بدی تا در نهایت بتونه به یک بزرگسال سالم و بالغ که بتونه از پس خودش بر بیاد تبدیل بشه. این اون کاریه که تو باید برای بچه بکنی، نه اینکه دائما بگی به احساساتت فکر کن، در مورد احساساتت حرف بزن. اگه این کار احساس خوبی بهت میده انجامش بده، اگه اون کار احساس بدی بهت میده انجامش نده. نه، اینطور نیست. قسمتی در مغز داریم به اسم anterior mid-cingulate cortex که این مخصوص کارهاییه که برات خوبه ولی انجام دادنشون سخت، مثل رژیم گرفتن، مثل ورزش کردن، به طور کلی ترک عادتهای منفی و ایجاد عادتهای مثبت. وقتی دائما داری به احساساتت فکر میکنی و میگی بذار هر کار دوست دارم انجام بدم، هر کاری که احساس خوب در من به وجود میاره انجام بدم، هر کاری که احساس بد در من به وجود میاره انجام ندم، داری چیکار میکنی؟ جلوی رشد این قسمت رو میگیری. و ثابت شده اگه تو آدمی باشی که حاضری کارایی خلاف میلت انجام بدی برای بهتر شدن وضع موجود، این قسمت بزرگتر میشه در مغزت و کمکت میکنه که اراده بیشتری داشته باشی. ولی اگر این کارو انجام ندی و فقط به احساسات توجه کنی، این قسمت کوچیک میمونه و تو رو تو این باطلاقه فرو میبره که فقط کاریو بکن که احساس خوبی بهت میده و این اصلا مسیر خوبی نیست، میتونه به تباهی بکشونه زندگی یک فرد رو. خب و یه تأکیدی که امروزه روانکاوان میکنن توی متدهای جدید اینه که قرار نیست هر وقت که کودکی احساس منفی رو تجربه میکنه من بگم که حتما من این احساست رو به رسمیت میشناسم. نه، اینطور نیست. شاید براتون سنگدلانه به نظر بیاد، مخصوصا اگه والد باشید، ولی ما نباید همیشه احساسات کودکان رو و حتی بزرگسالان رو به رسمیت بشناسیم، چون اون احساس درست نیست، چون گذراست، چون مبهمه، چون غلطه خیلی وقت. خب و دوم این که وقتی یه رفتار منفی بچه‌ها میکنن، مثلا بچه‌ای هست خشمگینه، بگه خیلی خوب برای که خشم دارون بشه بریم بستنی برات بخریم. این یکی از اشتباه ترین کارهایی که میشه انجام داد. پس نه لازمه که همیشه احساسات به رسمیت شناخته بشن و نه از اون طرف لازمه که با امتیازات خاصی پاداش‌هایی بهشون داده بشه به این امید که این احساس منفی از بین بره. و جالبه اخلاقیات غربی رو که نگاه می‌کنی عموماً بر پایه فروتنی، فضیلت و تفکر انتقادی استواره. ولی الان اتفاقی که افتاده اینه که این فروتنی و فضیلت تبدیل شده به یک وسیله برای مظلوم نمایی مراجع. یعنی بیاد بگه من قربانیم، من خیلی داغونم، من حالم بده، من این همه آسیب دیدم، به جایی که فقط فروتن باشه. نه، قربانی شده. از اون طرف اون تفکر انتقادیه این اجازه رو به روان درمانگر میده در یک رابطه یک طرفه‌ای خودش رو ناجی و قهرمان اون مراجع تصور کنه. و بعد چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که میاد به عنوان اون قهرمان این مجوز رو به مراجعش میده که تو چون قربانی هستی هر کار دلت میخواد میتونی بکنی. در حالی که اینطوری نیست. این تفکر انتقادی میدونید کجا باید استفاده بشه؟ اون جایی که خود مراجع بیاد خود انتقادی بکنه، بگه آره من میدونم این ایرادو دارم، میخوام این ایرادم برطرف بشه، من میدونم این مشکل اخلاقی، این عیب رو دارم، میخوام برطرفش کنم. نه اینکه من خوبم همه بدن. خب ما امروزه میدونیم وضعیت حدود 10% از مراجعین بعد از اینکه درمان رو شروع کنن وخیم‌تر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه درمان نه تنها غیر مفید بوده بلکه آسیب رسان هم شده. به خاطر همین که اون فروتنیه، اون فضیلته، اون بودن برای دیگریه، اون تفکر انتقادی در جای خودش، اصلا اینا رعایت نمیشه. توازنش به هم میخوره تو درمان. یک فرد خودش رو محق میدونه و هر کاری که دلش میخواد انجام میده. تصور کنید میان توی جلسات درمان اون روان درمانگر به شما میگه تو هر مشکلی که داری به خاطر آسیب‌هایی که از طرف پدر و مادرت دیدی. خب قطعاً تو دیگه نمیتونی با اون پدر و مادر خوب برخورد کنی. یعنی اتفاقی که میفته اینه که الان ما میبینیم توی آمریکا 1/4 افراد در جامعه ارتباطشون رو با یکی از اعضای خانواده یعنی پدر، مادر، خواهر یا برادر از دست دادن. چرا؟ به خاطر همین قضیه که تو خیلی به من آسیب زدی، پس من اجازه دارم که ارتباطم با تو قطع کنم. درست چه زمانی این اتفاق میفته؟ زمانی که افراد بیش از هر زمان دیگری
نیاز دارن به برقراری ارتباط با اعضای خانواده‌شون، نیاز دارن به انسجام خانوادگی، نیاز دارن به اینکه یک حال خوبی رو در کنار اونها تجربه بکنن. ولی به خاطر اینکه فرهنگ درمانی مخرب شده، ارتباط ها هم قطع شده. یا مثلا فرض کن وقتی که میری پیش روان درمانگر و بهت میگه آره تو این همه آسیب دیدی و مردم اجازه ندارن تو رو اذیت بکنن، بعد وقت تو میتونی چشم پوشی کنی از خطاهای کوچیکی دیگران سهواً انجام میدن در رفتارشون با تو؟ نه، قطعاً زود بهت برمیخوره، زود ناراحت میشی، به خودت اجازه میدی که واکنش نشون بدی و تمام روابطت رو تباه میکنی. درست در زمانی که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون روابط خوب نیاز داری. خب پس وقتی این خود انتقادی نیست، تو خودت رو آدم مسئول از خطا و معصوم میدونی که من هیچ وقت اشتباه نمی‌کنم، اشتباه رو بقیه انجام میدن، من فقط قربانی اشتباهات دیگران هستم، در حالی که هیچ وقت اینجوری نیست. و یواش یواش میبینی که خودت رو آدم تراماتایز، آدم آسیب دیده تلقی میکنی. این چیزی که ما نمیخوایم اتفاق بیفته. نظرات قلابی تراما دارن افراد رو مجاب میکنن که شما سخت پژمرده هستین، حالتون بده و نیاز به دریافت خدمات درمانی دارید. خب و داریم میبینیم که این چه اثرات مخربی گذاشته. گفتم اکثریت مراجعین روان درمانی که خانم‌های غربی هستن الان حال خوبی ندارن، یا عکسشو گفتم سریلانکایی هایی که نپذیرفتن WHO براشون روان درمانگر بفرسته حالشون بهتره. خب شاید اینجا براتون این سوال پیش بیاد که یعنی ما نباید بریم پیش روان درمانگر؟ نه، مسئله اینه که روان درمانگر باید روی کردش متمرکز بر اینجا و اکنون و حرکت از هیجانات منفی به هیجانات مثبت باشه، به جای اینکه فقط کودکی رو شخم بزنه و ریشه همه چیزو در اونجا جستجو بکنه و بعد از اینکه پیداش کرد تو رو قربانی جلوه بده و بعد همه اون تبعاتی که گفتیم اتفاق بیفته. اصلا من صحبتام به این معنی نیست که کسی نباید به روان درمانگر مراجعه کنه. خب حالا تا آخر صحبت‌ها همراه باشید. یه خطری هم که وجود داره باز اینه که من بیام همه مشکلاتمو ببرم تو اتاق درمان. خب اونجا شروع کنم مطرح کنم که آره من این مشکلاتو دارم و اینها، به جای اینکه تو روابط واقعی به چالش بر بخورم با آدم‌ها، همه رو ببرم تو اتاق درمان. چه اتفاقی میفته؟ اتاق درمان من و اون روان درمانگر یه عایقی دورش کشیده میشه که اونجا انگار من میرم مشکلاتمو حل میکنم و بعد میگن تو دنیای واقعی دیگه درگیر نمیشیم با مشکلاتمون، با آدم‌هایی که باشون چالش داریم. بعد چه اتفاقی میفته؟ همینه که روابط کم میشه. یعنی تو چون میترسی از این که با اون آدمی که عامل حال بدت به قول خودت مواجه بشی، فقط مشکلتو میبری تو اتاق درمان و ارتباطتو با اون آدم به حداقل میرسونی. پس اتاق درمان عایقی شده برای تو که خودت نری مشکلاتتو حل بکنی، در حالی که روابط در دنیای واقعی چجوری تحکیم میشن؟ نه با بردن مشکلاتش به اتاق درمان، با چالش، با گفتگو. من توی اون ویدیو کانال فلسفه که اسمش دیگری بود گفتم گفتگو میکنیم و مرزها رو خدشه‌دار میکنیم، تز و آنتیتز شکل میدیم، دیالکتیک به وجود میاریم، با هم مخالفت میکنیم. اصلا توی جامعه چجوری تکامل اتفاق میفته؟ آدم‌ها در مورد موضوعاتی که تابو هست و سرش وفاق ندارن صحبت میکنن تا اون مسئله رو حل کنن. من قرار نیست اینو ببرم تو اتاق درمان. بارها شده مراجعینی در اتاق درمان به من مراجعه کردن و گفتن یه اتفاق با فلانی برامون افتاد، دست بهش نزدیم که بیاریم تو اتاق درمان شما به همون بگید چیکار بکنیم. خواهشاً هم به همون نگید که بریم باهاش صحبت بکنیم. اصلاً درست نیست. معلومه که من اینو قبول نمی‌کنم. آره تو بیا مشکلاتو بیار پیش من، ما با هم صحبت کنیم که تو نخوای با اون آدم مواجه شی. خب می‌خوای چیکار بکنی؟ مگه ما آدم‌ها در کنار هم زندگی نمی‌کنیم؟ مگه قرار نیست ما با هم ارتباط برقرار بکنیم؟ مگه راه حل همیشه اینه که ارتباط قطع بشه یا به حداقل ممکن برسه؟ بعد اگه این راه حل، پس چرا حال خیلی‌ها خوب نیست؟ اونهایی که ارتباطاتشون رو قطع کردن. پس باید بازاندیشی بکنیم به این قضیه. پس من به عنوان روان درمانگری که میخواد کارشو درست انجام بده، مراجعم رو دعوت میکنم به مواجهه با اون آدمی که احساس میکنه حال بدی براش به وجود آورده و سوقش میدی به روابط واقعی. اینجا هرچی هست من و توییم، روان درمانگر مراجع، برمیگردی به رابطه واقعی و خودت مسئلت رو حل میکنی. و مورد آخر، ایده هایی بودن که در طول قرنها پابرجا موندن، فراتر از فرهنگ ها رفتن، همه دنیا شنیدنش
و پذیرفتنش. چرا؟ به خاطر ارزش ذاتی که داشتن. ما میدونیم که بودیسم در باب مایندفولنس یا ذهن آگاهی حرفای خوبی میزنه. وقتی به 8 جنبه اون نگاه میکنید در حوزه کوشش و کردار و گفتار، میبینید واقعا ارزشمنده. میتونم از اینا استفاده کنم. میتونم به اون صحبت‌های نیچه در مورد اراده و تصمیم رجوع کنم. میتونم سبک پرسشگری سقراط رو ازش استفاده بکنم. میتونم به پراگماتیسم ویلیام جیمز رجوع بکنم. همه اینها رو من دارم به عنوان روان درمانگر که بیارمش تو اتاق درمان و بعد که اینا رو آوردم بگم که مراجع تو زمام امور رو در دست بگیر، من با این همه اطلاعات که دارم راهنمایی و کمکت میکنم، ولی تویی که مسئول همه چیز هستی، تویی که تو این مسیر جلو میری. اتاق درمان درسته که یه جاییه برای که ما بیایم خوبی ها و بدی های اون آدم یا دیگران رو بر بشماریم، ولی قبل از اون جاییه برای یه چیز دیگه. اونم اینه که باید مراجع بتونه روی حال و آیندهش تمرکز کنه و از اون گذشته هر چند بعد رها بشه. این اتفاق باید بیفته. خب اون خدمتی که یک روان درمانگر میتونه به مراجعش بکنه اینه که مراجع رو در مسیری قرار بده که بتونه نارضایتی های زندگیش رو هرچه بیشتر کم بکنه و به سمت رضایت در زندگی پیش بره. چون نارضایتی یعنی چی؟ یعنی من یه دردی رو دارم تحمل میکنم ولی خودم رو سزاوار اون درد نمیدونم، لایقش نمیدونم، همونجور دارم تحملش میکنم. اگه من روان درمانگر بتونم به مراجعم کمک بکنم که یا اون درد رو از بین ببره یا اگه اون درد از بین بردنی نیست بتونه بپذیرتش، اگه من بتونم به مراجعم کمک کنم که از هیجانات منفیش به هیجانات مثبتش حرکت کنه، بلند شه و یه کاری بکنه و به زندگیش معنا بده، من تونستم کارمو درست انجام بدم. خب این هم از این. خیلی ممنونم از توجهتون. به نظر من شهامت، جسارت و شجاعت و شرافت میخواد که هر کسی در هر حرفه‌ای که هست بیاد حرفه خودش رو نقد بکنه و من سعی کردم در این محتوایی که الان برای شما منتشرش کردم این کار رو انجام بدم. امیدوارم موفق بوده باشم. امیدوارم روان درمانگران و به طور کلی روانشناسان و روانپزشکانی که این ویدیو رو میبینن نگاهی عاری از سوگیری داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه همکارشون به عنوان یک روانپزشک و کسی که تجربه چندین ساله روان درمانی داره این حرف‌ها رو میزنه و اون مقالاتی هم که بهش استناد کردم عموماً نوشته شده همین روانشناسان و روانپزشکان در نقاط مختلف دنیاست. ما ضدیتی با روان درمانی نداریم. ما مکاتب روان درمانی و به طور کلی پدیده‌ای به اسم کاوش در روان یا روانکاوی رو زیر سوال نمیبریم، ولی ما این رو میدونیم برای اینکه یک حرفه، یک هنر، یعنی هنر بودن برای دیگری بتونه دوام پیدا کنه و دائما تز و آنتیتزها رو عنوان کنه و از دلش سنتزهایی به وجود بیاره که این سنتزها کمک کنن به دوام اون حرفه. پس من امیدوارم که همکاران روانشناس و روانپزشک با دیدگاه انتقادی البته این ویدیو رو دیده باشن، سوالی اگر هست مطرح کنن و از من دلگیر نشده باشن که چرا اینقدر این حرفه رو نقد کردی. خب و بگم که همه صحبت‌های من به استناد آخرین و بروزترین کتاب‌ها و مقالات علمیه که من لینک همه اونها رو در دیسکریپشن این ویدیو میذارم، میتونید بهش مراجعه بکنید. و از اون طرف برای مراجعین جلسات روان درمانی، یعنی برای غیر متخصصین، برای عامه مردم اینو مطرح کنم که اگر به روان درمانگری مراجعه میکنید میتونید نکاتی که اینجا گفته شد رو بهش توجه بکنید. آیا تمرکز روی اکنون و آینده من هست یا فقط ریشه در کودکی بررسی میشه؟ آیا به من کمک میشه که برای زندگی معنای خلق بکنم یا نه؟ آیا به من کمک میشه که بتونم نارضایتی ها رو به رضایت تبدیل بکنم یا نه؟ آیا دست من گرفته میشه که تو این مسیر تاریک و مبهمی که هست بتونم جلو برم و خودم با مشکلاتم فیس تو فیس مواجه بشم یا نه؟ و اینها رو از روان درمانگرتون بخواین. باهاش قهر نمی کنید، رابطتون رو قطع نمی کنید، ازش میخواید که اگر در کوریکولوم درمانیش قرار میگیره این کار برای شما انجام بده. حتما هر سوالی که دارین از من بپرسین، اگه بدونم جواب میدم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراهی کردین، صبوری کردین و شنیدین. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.